امروز در این درس مثال‌ها درباره فونکسیا کار میکنیم. مثال‌های تریگونومتری تمام شد. بسیار درس شد از تریگونومتری، چون که موضوع بسیار است در تریگونومتری است و نمود سوال هم بسیار هستند. اکنون فونکسیا سر میکنیم. مثال 439 در فونکسیایی با فرمول همین داشته است f of x برابر h f at x برابر h میباشد قیمت x رو ببین. این نمود سوال چه کار میکنیم؟ وقتی که میبینیم فونکسیا با h برابر است، یعنی ما باید برابر کنیم. فونکسیای ما 5 جمع x 4 مینوس x برابر است با 8 و از ما x رو میخواد و این مدل رو باید کار کنیم. این مدل رو چه کار کنیم؟ درون با درون، یعنی 5 جمع x برابر است با 8 4 مینوس x. اگر قوس ها رو کنیم 5 جمع x برابر است با 32 مینوس 8x است و این میشود اگر x رو با یک طرف جمع کنیم 9x برابر است با 27 x برابر است با 3، یعنی جواب ما 3 است. اگر برعکس پرسد، مثلا فونکسیا داشته است و f at 7 یعنی جای x اگر 7 رو مونیم قیمت به چی برابر میشود؟ یعنی چیکار میکنیم؟ جای x 7 میمونیم، یعنی f 7 برابر است با 1 تقسیم 3 12 مینوس 2 ضرب 7 ضرب لگاریتم در اساس 7 ضرب 7 یا اینکه 7 ضرب 7 7 کвадрат گفته میتونیم. بعد اینو چه کار میکنیم؟ البته که در اینجا قاعده لگاریتم و درجه رو اگر به خاطر بیاریم، این مینوس 4 مینوس 2 1 تقسیم 3 در درجه مینوس 2 میشد ضرب این رو ما چه نوشته میتونیم؟ لگاریتم 7 کвадрат و این یکمش چی میشود؟ درجه که مینوس است ما این رو 3 در درجه 2 نوشته میتونیم از قاعده درجه ضرب این رو باشد 2 ضرب لگاریتم در اساس 7 نوشته میتونیم. وقتی که ما در اینجا دو یک داشته باشیم این لگاریتم با 1 برابر است، ما میدونیم که 3 کвадрат با 9 برابر است ضرب 2 برابر میشود با 18. جواب ما 18 میشود. باز یک نمونه سوال یکم برای لیکن شکلش عوض کنم. برای کدام قیمت x فونکسیای با همین فونکسیا با 3 برابر است، یعنی با یک چی معنا دارد؟ همین فونکسیا رو ما میگیریم 5 تقسیم x مینوس 1 جمع 2 رو با 3 برابر میکنیم و این مدل رو باید کار کنیم. اگر این رو کار کنیم این میشه برابر 1 ضرب درون با درون 5 برابر است با x مینوس 1 و x برابر 6 میشود. مثال 90 مقدار عددهای ناتورالی در مجموع قیمت‌های فونکسیای همین تریگونومتری داشته است با چند برابر است. یعنی اگر ما میدونیم که جای x همه کنچه‌ها رو مونده میتونه، وقتی که ما میمونیم قیمت‌ها همین y قیمت‌هاش جواب‌های y از چند به چند میشود. ما میدونیم که سینوس x برای یگان کنچه که باشد ماکسیموم 1 شده میتواند، مینیموم مینوس 1 شده میتواند، دیگر قیمت‌ها رو گرفته نمیتواند. و از اینجا میبریم و جای سینوس مینیموم میمونه، یعنی y مینیموم نمیسم، مینیموم چی شده میتواند؟ مینوس 3، البته مینیموم نه اما سینوس مینیمومش رو گرفته شدم. مینوس 1 رو اگر مونم جمع 5 میشه، این برابر 8. و اگر من اینجا ماکسیموم نویسم، یعنی من در اینجا سینوس ماکسیمومش رو گرفته شدم، مینوس 3 ضرب 1 جمع 5 برابر میشد به چند؟ 2. اینجا میتونیم که البته که y مینیموم شده است در اینجا، مینیموم y 2 شده میتونه، ماکسیموم 8 شده میتونه. من وقتی اینجا مینیموم ماکسیموم گرفتم سینوس رو در نظر داشتم، از اینجا میتونیم که y بین 2 و 8 عدد ها شده میتونه، یعنی y ما از 8 خورد برابر یا اینکه از 2 کلان. از ما میبینیم چند تا همین عدد هست، این 2 شده میتونه، 3 4 5 6 7 8، یعنی چقدر که داریم 7 نمود جواب شده میتونه، قیمت شده میتونه. اردینات نقطه برش گرافیکای فونکسیای 2x مینوس 12 و مینوس 4x رو ببینیم. اردینات ابسیس است. نقطه برش انواع کوردینات دارد، همکنیز کوردینات چنین x و y. x رو ما ابسیس میگوییم، y رو باشد اردینات. در دیگر سوال هم میبینیم اردینات و از ما y رو یافته میخوام یاد میگه. چیکار میکنیم؟ اگر وقتی نقطه برش پرسه هم وقت میگیریم فونکسیو برابر میکنیم.
یعنی میگیریم فونکسی من چند یک 2x minus 12 این برابر به minus 4x نقطه بروش باشه هم وقت در برابری میشود و این مدل را کار کنیم اگر این چی میشود 6x برابر 12 x برابر 2 است ما 2 یافتیم نقطه بروش 2 است لیکن ابسیس است اگه ما باید اوردینات رو یابیم اوردینات چیکار کنیم میگیریم رو میخوایم اگر در یکم فونکسی مونیم یا اینکه در دویم فونکسی بیاین در دویم فونکسی جای x 2 مونم چی میشه y minus 8 میشه یعنی نقطه بروشی این دو گرافیک 2 و minus 8 اوردینات minus 8 است ابسیس باشه 2 خیلی بیایم با یک سوال درباره ابسیس ببینیم ابسیس نقطه بروش خطای راستی همین دو خطی راست داشته است یابین دو خطی راست داشته باشد بیاین نویسیم اکنون از ما x رو یابیم میکنم 23 و x minus y برابر 1 این دو خط است یعنی ما باید سیستم مدل کار کنیم این سیستم مدل است چیکار میکنیم سیستم مدل اگر داریم میتونیم دویم ایفاده اگر با 2 ضرب کنیم این دویم ایفاده با چی تبدیل میشه 2x minus 2y برابر 2 یک مدل عوض نمیکنیم برابر 23 و بعد این رو ما چیکار میکنیم هر دو مدل رو جمع میکنیم برای چی جمع میکنیم وقتی جمع میکنیم این y ها اختصار میشوند 5x برابر 25 میشود اکنون مدلی که با یک نوع معلوم داریم و این کارکنش البته که آسان x برابر 5 y گفتن شرط نیست برای چی برای که میخواد که ما ابسیس رو یابیم ابسیس نقطه بروش x اش رو یابیم x برابر 5 میشود اگر اردینات میپرسه البته که x رو باید یابیم گرافیک فونکسی خطی داشته است خطی راست هم وقت با این مدل نشون میشود از نقطه دو نقطه میگذرد کوفیشنت های این دو حرف k و b رو یابیم میگوید چیکار میکنیم این نمودی سوال ها یعنی من جای x اگر minus 6 مونم y هم minus 1 میشود جای x اگر 3 مونم y من 8 میشود همون رو میمونه یعنی جای x اگر مدل من چی است x جمع b بیاین جای x minus 6 رو میمونیم این میشه minus 6 k جمع b برابر به minus 1 و دویم نقطه رو میمونم این میشود 3k جمع b برابر به 8 میشود اکنون ما باید برای این کوفیشنت رو یافتن سیستم مدل است یعنی با حرف x y نه با حرف k و b باید همین رو کار کنیم چیکار میکنیم نگاه کنیم در هر دوش ایفاده b هست ما میتونیم طرح کنیم دو این مدل رو اگر طرح کنیم یک دوی مدل از یکم اگر طرح کنیم این میشود minus 9 k b و b او میرود و k برابری 1 میشود و برای b رو یافتم با یکی از مدل موندن کفایه است اگر k 1 باشه بیایم با 1 مونیم minus 1 برابری minus 6 ضرب 1 جمع b میشود و b برابری 5 میشود از اینجا ما یافتیم چه است k 1 و 5 این است پارابولا داشته است پارابولا میدونیم اما مدل همین رو دارد ax کدر جمع bx جمع c که اون تیری 0x رو یعنی خطی کوردینات x رو در نقطه 1 و minus 1 و تیری 0y رو یعنی خطی y رو در نقطه 7 میبرد بیاین خیلی برای تصورات خطای تیر رو اگر کشیم یعنی برای فهموندن شرط نیست و کردن این y است و این x است میگد که خطی این پارابولا y رو در 7 میبرد که در اینجا است و x رو خطی x رو 1 و minus 1 میبرد x رو در اینجا باشد و در اینجا میبرد این پارابولا کدام از همین ها هست تست که است از جواب رفتن آسان تر است این نقطه کوردینات چی رو دارد 0 7 این دو نقطه چی کوردینات رو minus 1 0 1 0 رو دارد یعنی نگاه کنید اگر من جای x 9 مونم در یک مدل جای من باید همه 7 باشد کدام همین درست میشود اگر جای x 9 این 7 میشود a 7 میشه این درست است b هم درست است c هم درست لیکن d درست c درست نیست جای x 9 مونم minus 7 میشه خطی بروش minus 7 لیکن من 7 دارم این جواب خطا است این رو کور میکنیم بعد دوام میکنیم دو نقطه دیگر رو میسنجیم اگر من جای x 1 رو مونم یا minus 1 جواب من باید 9 باشم بیاین در مدل سنجیده میتونیم در مدل چه سنجیده میتونیم
جای x یک مونم مثلا ده یک جمع 7 جمع 7 چی شد 15 9 نشد، یعنی این معنی داره که اینم خطا است، این خطا نقطه درست ناومد. با ب مونم جای x نگاه کنید 7 جمع 1 جمع 7 با 15 شد، اینم خطا 9 باید یاد ما چون که خطی بودیش ما میدونم یک تا جای ما ام میشود. البته که ما با چیکار کردیم از روی تست رفتیم، اگر تست نمود چیکار میکردیم؟ تست نمیبود مدل رو چیکار کنیم؟ هر خیلی راه هست دو نقطه بریش داده شده است، یعنی با این نقطه بریش رو ما چیکار نمیشه میتونیم x جمع 1 x مینوس 1 ضربی a کوفیشنت x کوادرات مولی ما میدونیم که ریشو 1 مینوس 1 رو دارد، این برابر y است. برای a رو یافتم با نقطه زیادتی داده شده است، این 9 و 7 این چی معنی جای x اگر 9 مونم y 7 میشه، این جای نویسیم a 9 جمع 1 9 مینوس 1 برابر است به 7. برای a رو یافتم و اینجوری میتونیم که a به چی برابر است؟ مینوس 1 میشه، a برابر مینوس 7. وقتی که اکنون یافتیم مینوس 1 مدل ما در است مینوس 7 x مینوس 1 x جمع 1 است و البته که در جواب خواندیم قوس رو میکشیم، این میشه مینوس 7 x کوادرات مینوس 1 y و اگر با قوس مینوس 7 x کوادرات جمع 7 میشه y. این از روی قاعده رفتن، از روی تست هم کار کرده میتونه کدامش که آسان باشه وقت کم گیرد. سوال آخران برای این درس، برای کدام قیمت a گرافیک فونکسیون همین پارابولا داده شده است و خط راست یک نقطه عمومی دارد، یعنی یک ریشه دارد. این چی معنی داره؟ این نمونه سوال چه کار میکنه؟ وقتی ما این هر دو ریشه مدل ها رو فونکسیون رو برابر میکنم، این باید نقطه بریش رو دیاد. اما خیلی لیکن در اینجا نقطه بریش یک تا نقطه بریش دارد، لیکن ما می‌دونیم که ماکسیمم دو نقطه بریش هم داشتنش ممکن است. خط و پارابولا در دو نقطه هم بریده میتونند یکدیگر رو، مثلا که باشد شکل در دو نقطه هم بریده میتونند، لیکن در اینجا یک نقطه گفتگی است. این نمونه سوال چه کار میکنیم؟ اگر در اختیار داشته باشین همه خود رو با یک طرف جمع کنیم، اگر این چی میشود x کوادرات مینوس 2x جمع 4 مینوس a برابر 9، یعنی ما x و a رو به طرف چپ گرفتم. اکنون وقتی یک نقطه بریش باید این معنی دارد که دیسکریمینانت همین معادله کواdraتی با 0 برابر است. اگر میگفت که دو نقطه بریش دارد این معنی دیسکریمینانت آن از 0 کلان است. وقتی که نقطه بریش ندارد این معنی دیسکریمینانت از 0 خرد است. و از اینجا یک نقطه بریش دارد ما یکمش رسیم دیسکریمینانت همین معادله که ما تشکیل کردیم با 0 برابر است. میان دیسکریمینانتش رو یابیم، این برابر میشد b کوادرات مینوس 2 در کوادرات مینوس 4 ضرب 1 کوفیشنت x کوادرات 1 است ضرب 4 مینوس 1 نقطه منتظم ما یعنی سه ما در پارابول 4 مینوس 1 است و این رو اگر کار کنیم این چی برابر میشد 4 مینوس 16 جمع 4a. یک نقطه بریش داشته باشد این رو برابری 9 میکنه و این چی برابر میشد مینوس 12 جمع 4a برابر 9 و از اینجا a برابر چه میشود؟ اگر ما این مدل a برابر 3 میشود، یعنی برای a وقتی که a 3 میشود وقتی این خط و این پارابولا در یک نقطه یا دیگر رو میبرند. با یک بار دیگر اگر میگفت که دو نقطه عمومی دارند دیسکریمینانت از 0 کلان میشد، اگر نقطه عمومی ندارند دیسکریمینانت از 0 خرد است. اگر یک نقطه باشند دیسکریمینانت وقت با 0 برابر است، یعنی با این مدل کواdraتی چه آمدیم ما هر دو فونکسیون رو برابر کردیم، ifade رو با یک طرف جمع کردیم، مدل کواdraتی به دست گرفتیم.